جاده طرفه. تمام این قسمت های ملودی همه رو با دهنش ساخته بود. واقعا؟ آره هیچ وقت تمام اوورتورایی که زدن مثل بقیه خواننده ها موزیک رو نمیداد دست نوازنده ایمپرووایز یه چیزی بزنه. همیشه خودش ملودی های اوورتور و میدل وایس ها رو همه رو خودش میساخت. جاده طرفه رو شبی که ساختیم یه هیوندای کوپه نقره‌ای داشت مرتضی اون موقع، کرج بودیم نشستیم تو ماشین این آهنگ رو با قلبم رو تکراره دوتاش تو یه شب ساختیم. دوتاش تو یه شب ساختیم. منتها خب اون یه آهنگ ریتمیکی بود که مثلا دیگه عادی بود، ولی این آهنگ حالمون رو قشنگ بد کرده بود. ما ساعت 3 شب بود تقریبا این آهنگ رو ساختیم، با پیانو بود، ریختیم تو فلش، نشستیم تو ماشین، انقدر اومدیم تهران رفتیم کرج، اومدیم تهران رفتیم کرج، اینو گوش دادیم هوا روشن شد. یعنی چند ساعت این یه دونه آهنگ، این آهنگ که یعنی اتودش رو پیانو گوشش میدادیم، دستمون روی دسته دنده ماشین بود، دوتایی اینجوری رو هم گریه میکردیم گوش میدادیم، دیوونه شده بودیم دیگه. مرتضی میترسید، اینو طولانی ترین چیزی بود که تنظیمش طول کشید، آهنگی بود که تنظیمش طول کشید. اصلا وسواس گرفته بود. یعنی میگم میشست پای تنظیم حالش بد میشد، منقلب میشد، نمیتونست تنظیم کنه، میگفت میترسم من پروژهش اصلا. اینو خودت چه سوالی داشتی وقتی این ترانه این کارو گفتی؟ این خیلیش به تو برمیگرده. من همیشه سعی کردم اون حس و حال که چیزی که رو بوده باشه که من بتونم درکش کنم و به شما الان بگم نمیدونم، ولی یه حسی همیشه هست، همیشه تو وجود یه غمی دائم تو چشمام. آره همیشه یه چیزی هست ته وجود من و همین چیز دقیقا تو وجود مرتضی بود. وقتی یه ملودی رو میساخت انگاری که دقیقا امین رستمی یه جمله‌ای داره میگه ترانه که رو ملودی میاد انگار ملودی رو ترجمه میکنه. من میفهمیدم چی میخواد اونجا باشه، فقط اون نمیتونست بگه، من میتونستم بهش. یعنی واقعا خیلی‌ها که کار مرتضی رو گوش میدن میگن این فکر میکردیم که خودش هم ساخته هم نوشته، یعنی انگاری که یه نفر این کار کرده انقدر که مد شده. این به خاطر همین نزدیکیه بوده دیگه، یعنی اون حسی بوده که مرتضی تو ملودی داشته منتقل شده به من و منم این رو نوشتم.